واو. فضل خدا امروز سر صدایشان نیست، مثل که مردکه آدم شده. کدام مرتکه؟ باغبان بلاک میگی؟ گاهی وقتم شده که او شوا صدای خانه باشه، یک قسم مشکوک معلوم میشی، نشه که مذاق دیشب. بیا که می کار کنیم با فایده از یاسمین جان. خیلی است که مرد پیره است ولی آدم تبخوش است. او یارا خو خینم میکنه نیرسی رنگ براون.
بچه ها یک دفعه ببینین که هفته از کدام طرف برآمده. هفته از قلب پدرتان برآمده و به سرزمین پسرانش میتابد. واه واه تب شیریتون هم بسیار جوان شده پدر. ما که فکر میکنم این آمادگی ها خوشخوی ها کدام پلان خود داره. حشمت خان بفرمایین، گوش ما با شماست. آرام آرام آرام، یعنی ریلکس و با حوصله. برای من قول بدین که عصبانی نمیشین. خب دیگه بگوین پدر، به تشویش ما ساختین. ببینین بچه، انی سر وضع ما و شما و سر وضع میخانه ما و شما بسیار بی ترتیب، بی نظم و کدود است. ما یک تصمیم گرفتیم که بسیار خوب. چی تصمیم گرفتین پدر جان؟ بچه در کتاب قراری بخو. درد منه پدر، خوشی ما بگو. میشه کم واضح تر گپ بزنین، سر من وقت شده. ما هم باید برم. بچه من میگم که در این خانه باید یک چی؟ عروس بیاریم. تصمیم بسیار خوبی است ولی من هنوز پلان ندارم. در سای ما مانده. باز ما هنوز از این دنیا چی دیدیم؟ کارسی کنم. دیوانه، اصل زندگی بعد از عروسی شروع میشه. خب تو چطور میفهمی؟ من نمیفهمم. خب پدرم یک اندازه برم گفته. خب حشمت خان، من هنوزم چندان علاقمند زن گرفتن نیستم. میمانه امی مدیرک، امیر زن بده خوب شوقیام است. خوب حشمت خان، ما یک نفر از زیر چشم کردیم. با زودی عکسشون برات میارم. حالا میرم که سر ناوقت میشه. بان که سر تو بچه بان که آمرک بره جزای زیر بعدن میتم. خب مادر جان دیگه حالا من میرم کسر بخیر بودی دیگه. اومدی یک ماش بدی من تا دیگه باید من خوب بازم فکر کنی. سیستم خدا بست. نه کی گفتیم که من برای شما زن میگیرم؟ آدم به گپ زدن هم نمیمانند. و خیالم که تو هم راضی نیستی. چی کنم؟ او قندولک دل مرا برد. به شرم اومرده که کلیت سایکو یک تار موی نمانده. یک سیرماش در چملکی های روید گم میشه. تو را چی با عاشق شدن؟ تو کی دل داری؟ دم جوانی هم که وقت گپ دل میشد میگفتی دل ما درد گرفت. پدر جان، از وظیفه که اومدیم باز گپ میزنیم. دوست دارم. تشکر. خداحافظ. خدا حافظ.
چرک چیزی است که 100 پاره سازد کلا را. عشق چیزی است که بردد دل ما را. من میفهمم که تو هم حسادت میکنی. حسودک 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 حسودک. چرا خانه وقت کردی؟ خبرهای بسیار خوب برات دارم. او بچه برادر کلانش است. در دفتر هم کار میکنه. او دختر همسایه‌شان است. بین هم دوستی هم دارن. این دختر یک مادر داره و بس. پس از امی کلان شروع میکنیم. برادر خودش هم در پنتون مسئله است. اگه میخوایی نشانش بتم. نه، اول امیر یک جزا میتیم، باز میره. حرکت کن. شبنم؟ بله. امو روز به نظرت کی ملامت بود؟ کدام روز؟ امو روزم میگم، امو بچه نامش چی بود؟ امو مقبوله که میگی؟ اوف چطور جزا بود؟ رشخندی نکو. من میگم اگه من ملامت باشم اول من باید معذرت بخوایم، اگه او ملامت باشه باید او بخوایم. چی بخوایم؟ معذرت. دیگه چی؟ اگر دیگه چیزم بخوایم نیازه. عمر است یا مار؟ چی؟ ایش دوای سرت. ما آمدیم که به خاطر موضوع او روز. خواهش میکنم ضرور نیست که معذرت بخوایم، گناه ما هم. الو، کی گفته که معذرت میخوایم؟ ما گفتم من قناعت نکرده باشین که ادامه بدیم. یک لحظه. معذرت میخوایم. اشتباه از من بود. سایل است. من هم مرسل هستم. اشتباه من بود. او رو زیاده روی کردم. سریا دخترم بخدیگه گل مادر خود بگو بخدیگه نی؟ بخدیگه چهار شد چی بخواست خواه میخیزی بچیم؟ وای خدایا بخدیگه بخ تو رو باش گذار بتم بخدیگه بچیم بخ چهار شد چی بخواست خواه میخیزی؟
نام خدا دخترم امروز بسیار با انرژی معلوم میشی. مادر جان پانتون هم تو یک جای است که هر روز انسان رو با خود جذب میکنم با انرژی داده میرم. راست میگی. اوه دیگه چی داده میرم؟ نگی که با مو پیدگه شدم. در پانتون خب بچه های صابونک زیاد است. خواهر جان مقبولم از این لب و دندان مقبوله که داری که حتی شبم بدون لبسیری نمی باشه. گاه هم شده که یک گپ خوب برایم. خب اگر قدر شوق داری بیا که بریم امروز خودت از نزدیک ببین. راست میگه دخترک گلم. اگر خوشت میایه برو یک روز همراهش. اما تو نیست باز اونجا مواسطی زیاد داریم. اگر تو خواستی بدون امتحان شاملت میسازیم. اوکی؟ نظری خوب است اما درسش فکر نمی کنم. شاید یکان چیزای دیگه خوشم بیاد. صبر کنید مجبور میکنم. خبر دخترای تا گرفتی؟ نمیگرفتم. نه خوب کردی که گرفتی. تو خو یک روزک پرسان نکردی که این دخترها چی میکنن کجا میرن. مرسله که خب ما میفهمم تا میفهمم یک دختره که بسیار درس خوان لایق هسته. اگر ازش پرسان کنی من از دیگهش میترسم که خدای نخواسته کدام گل به اون نده. باز وقت ما چی کنیم؟ تو هیچ تشویش نکن. بازو گلم از بخوریش خشک میکنم. خوب خشک میکنی. گل بودادگی سرور خوب خشک کردی. کال باز گپ هم میزنی. بابا چه سرور بیشی چای بخو باز برو. من میرم کار دارم. گوش کو خیلی مستقیم دفتر برین ما میایم. ما تو میریم مغازه. اول خمیکالا رو تبدیل میکنم. بسیار خسته کن شده. درسته. باز یا آمره که پولیس هم ایتو جزا بتم ایتو محتاجش کنم زندگی رو سر شرام کنم. او بچه دور و بر خانه رو متوجه باش. کسی که مشکوک در نظرت خورد اعلایش نتی. درست. با ما عاجل راپور بده. فهمیدی؟ درست است صاحب.
فکر کنم که عیا نکدی. هنوزم آتش جهنم برات داغ است. بسیار زود مندازمت. هیچ بده کده نمیتونی. زندگی را سر تلخ میسازم. اقا محتاجت کنم که خودت در پایم بفتی عذر کنی که از بدادت نرسم. فراموش نکو که هنوزم دوستیت پیش من است. باش که به زبان خودت بگویم دنبت زیر پای من است. هر لحظه میتونم دوباره در زندان پرتمت. ما اینجا به ملاقات تو نامدیم. همه قبرت میگم که از دور بر خانوادیم دور باش که باز وقت موضوع شخصی میشن. باز ما در موضوعات شخصی خود قانون فراموش میکنم. تو چی گفتی؟ پدر خوردش در پانتون معسل است؟ بالاخره ماتت کردم. یک آدم مات شده را مات کردی. چی مات شده؟ کی مات کرده؟ یاسمین. چی؟ یاسمین؟ زنم سایتان؟ به شرم آدم، این سن سال عاشقی نیست. بچه های جوان است. بدنام شهرک میشی. من پروای بدنامی را ندارم. من یک آدم هستم که هر کس چیزی بگویه هیچ پروایش ندارم. چرا مدیر صاحب؟ امی من یک انسان نیستم؟ آیا من دل ندارم؟ ها؟ چرا من دل ندارم؟ خب او چطور؟ او خبر داره که تو دوستش داری؟ برای من مهم نیست. فرهنگ ما همه طور است که کسی گپ دل دخترای جوان نمیشنوه. باز چی رسه به یک زن کلان سن؟ مدیر صاحب، یک تفکر زنم شوه باز ببین که عاشق میشه یا نه. خیگب کلان است. بچه ها خبر داره؟ نه والا. چند دفعه کوشش کردم که برشان بگویم، مگم و تیر خودم میارن.
خیر باشه. یک رقم نه یک رقم برشان میگو. وردار گمش کن، وردارش. ناوقت شده. جو چی میکنی؟ بیا دستی که زیاد آرایش که سر من ناوقت کردی. سود برم. میبخشین؟ اینا کجا رفتن؟ شما خبر ندارین؟ امروز کار عملی داریم. استاد این خواهرم است. امروز هم تو همراهم آمده. شما مهمان فکرش کنین استاد. تشویش نکنین. با شما هیچ مزاحمت نمیکنه. خوب است، بفرمایید. سلام. خوب هستی جان؟ سلام. سلام بچه خوب. سلام. باید آگاه شد. بیجای شدی خب سمیر جان شما بیاین به حیث کارگردان یک صحنه را بسازین و ساحل جان شما بیاین یک نقش بازی بکنین من حیث یک اکتور. خب سمیر جان، ساحل جان، خب خودت میفهمی که صحنه های بسیار رمانتیک دوست داره. تو برای یک صحنه رمانتیک بساز و برای صحنه یک رمانتیک باید ما یک دخترم داشته باشیم. مرسل جان شما بفرمایید. نه استاد جان، من در این صحنه کار نمیکنم. شبنم جان شما بفرمایید. استاد اگر اجازه بدین من میخوایم بازی کنم. شما میخوای بازی کنید؟ بفرمایید. خب سمیر جان یک صحنه دراماتیک، یک صحنه رمانتیک را برای این دو تا بازیگر ما بسازم اینجا.
اکشن. خب بالاخره آمدی؟ آمدی؟ نامدی؟ خب بالاخره چرا آمدی؟ نه. چوب باشین بچه. او دختر بیا بشی بخیب نیمه رو بریدی. میتونم میدفعه مطمئن هستم میتونم. خب بالاخره آمدی. میفهمم که بسیار گفتنیا داری برام. هر چی داری بگو. شاید دیگه هرگز نبینیم. شاید ببینیم یا نبینیم. تو همیشه در قلبم می باشی. جایی که به خاطر تو حرکت میکنه. از اولین دیدارت دل بسته تو شدم. و فکر کردم هوای ملایم و باران نرم به باریدن شروع کرد. وقتی مژه‌هایت با هم تماس میکرد و پلک میزدی، مثل پرده تئاتر یک صحنه جدید در عشقم برات ساخته میشد. ما اینجا نامدیم که همراهت خداحافظی کنم، بلکه آمدیم که تو را با خود ببرم بر همیشه. شاید توان حفاظت از عشق خدا داشته باشم. بگو دوستم داری؟ بسیار دوستت دارم. بگو همراه من میایی؟ تا آخر عمر دوستم داری؟ بگو تا آخر عمر همراه می باشی؟ تشکر. واه چی خوب چانسه. بابانه کمک کردن که سودایشه در خانهش ببرم. میتونم خانهشان ببینم و اون نازنین مام از نزدیک ببینم.
با تکلیف میشه کاکا جان، با خوان صدا میکنم. نه هیچ ضرورت نیست، همسایه با چی کار نترس بز من دبالا چای نمیخورم. ایشو با من بیا کاکا جان. فکر کنم مادرم خانه نیست. یه مدتی آمد خب دانیال خانه بود. خیلی چرا باز نمیکنه؟ فکر میکنم که درمان باشه. نه کاکا جان، مادرم از طرف شب اما میکنه. باش یک کلیپ شما بود. اینه یافتمش. آی خیلی به این کاکا جان. خیلی بتین خلطر به من. بانیمش کاکا جان. مادر تو اینجا سیما کل جای پالیدم نبودی؟ من خدا پاس کردیم که من نبینه. برو. آنقدر عشق تو در دل من کردن نفوذ، مگر این دل ز تو جان بریدن دارد؟ خدا ناز تو خوب خریدن دارد. بشنو از من فقط عشق است که در دل دارم، از همه حرف جهان عشق شنیدن دارد. مانده ام بین دو راهی، تا تو را یا که تو را با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد. آخرین